اومدم از اهمیت گرم کردن و سرد کردن بگم. اکثرمون توی این قسمت ورزش تنبلی میکنیم، چه گرم کردن چه سرد کردن. سرد کردن که کلا هیچی، اکثرمون انجامش نمیدیم. اما میخوام بگم که چه فایده‌ای واسه بدن داره وقتی که ما قبل تمرین این راجع به هر ورزشی هستش، چه بدنسازی، چه یوگا، چه پیلاتس، چه ژیمناستیک، هر ورزشی گرم کردن باعث میشه عضلاتمون گرم بشه، مفاصلمون گرم بشه و اینکه کارکرد بهتری داره، دامنه حرکتی بهتری برامون ایجاد میشه. و سرد کردن هم باعث میشه که بدن به حالت قبل تمرین برگرده و هر دوی اینا در کنار همه که باعث میشه که بدن آسیب نبینه و اینکه ما راحت‌تر بتونیم تمرین کنیم و حتی بعد تمرین که سرد کردن اتفاق میفته بدن ما حال بهتری داره. پس سعی کنید غافل نشین از این دوتا مورد، چه سرد کردن چه گرم کردن. حالا گرم کردن مقوله‌ایه که کلی‌تر و پیچیده‌تره و اینکه یه دونه گرم کردن عمومیه، یه تخصصیه که توی پست‌های بعدی بیشتر راجع بهش توضیح میدم. فعلا